سلام دوستان، وقتتون بخیر. علی صافی هستم با یک تحلیل دیگه، یک تحلیل هفتگی دیگه در خدمت شما هستم. بازار سهام، شاخص S&P 500. ببینیم که چه اتفاقی برای بازار توی هفته گذشته افتاد. بریم روی تایم هفتگی. خب بازار سهام هفته پیش تونست یک نیمچه سانتا کلاز رلی یا اون رالی آخر سال رو بزنه، یک بولیش هرامی رو زد. یک کف هفته پیش روی کندل هفتگی اینجا داد روی 5800. این هفته بالاتر بسته شد 5975. خب ام، های لو زده و دقیقا این چیزی هستش که ما میخوایم، هرچند خیلی دوست داشتند که این هفته انگار بازار به سقف جدید برسه که خب اگر این اتفاق میافتاد یک سانتا کلاز رلی خیلی پرقدرت بود. ولی خب میتونیم این کندل مثبت بولیش رامی رو به فال نیک بگیریم برای ماه جنیری که حالا ژانویه در راهه و فکر میکنم هفته آینده هم، به خاطر اینکه باز هم روز چهارشنبه ما اول سال رو داریم، یعنی یک ژانویه رو داریم و بازار تعطیل هست. چون تعطیلی افتاده وسط هفته، پس طبیعتاً هفته کم قدرتی رو داریم. خیلی ها هنوز هفته بعد مسافرت هستن، وکیشن هستن، هنوز بر نمیگردن. هفته دوم ژانویه هستش که به نظر من بازارها تازه شروع میشه به اون حجم ایدئال خودشون رسیدن و میتونیم ما تحلیل درستی داشته باشیم. من تحلیل سال 2025 خودم رو آماده کردم، هم به زبان انگلیسی هم به زبان فارسی. حالا توی انگلیسی های دوستانی که انگلیسی دوست دارن که ببینن، ولی توی فارسی هم همون تحلیل رو به زبان فارسی ارائه میدم. پس حتما گوش به زنگ باشین. این بیل آیکن یا این زنگوله رو به قول معروف حتما فعال کنید. سابسکرایب هم بکنید، چون خیلی چارت ها و نمودارهای جالبی رو قراره با هم تحلیل و تفسیر و پوشش بدیم. خیلی خب، 5795 شاخص S&P روی تایم هفتگی بسته شد. و اگر بریم ما توی تایم نه روزانه، بلکه بریم روی تایم 4 ساعته، میبینیم که این در حقیقت یک اصلاح کوتاه مدت بوده. بعد از این رالی خوبی که داشت نسبت به کپیتولیشنی که هفته گذشته رخ داد، امروز مجددا ما یک پول بک زدیم روی این منطقه دیمند و روی دقیقاً واید رنج باری که اتفاق افتاد. خب دو تا شادو بسیار پرقدرت به سمت بالا و ما میتونیم انتظار داشته باشیم که اگر مجددا 6030 رو به سمت بالا بشکنه، ما میریم روی 6200 و سقف جدید رو خواهیم زد که من فکر کنم اتفاق بیفته حداقل تو 2 هفته اول. دوستان، رالی که S&P کلا امسال داشته رالی بسیار پرقدرتی بوده. نزدیک 30%، حدود 27-8% شاخص تا الان رشد داشته و یکی از پرقدرتمندترین رالی هایی هستش که شاخص S&P داشته در تاریخ خودش. پس طبیعی هستش که خیلی ها بخوان سیو سود بکنن، بخوان این وسط کمی بگن که سهام ها حالا بابل شده، حبابی شده و غیره و غیره، و بخوان بفروشن، حتی پوزیشن شورت بگیرن، از این تفسیرها ارائه بدن. بله، احتمالش هستش که بازار یک کرکشن شدید، تاکید میکنم کرکشن شدید رو انجام بده برای سال 2025، ولی الان فعلا نه و هنوز ما به اون فاز نرسیدیم. خب بریم به سراغ شاخص نزدک. شاخص نزدک تایم هفتگی، ما مجددا یک کندل هفتگی مثبت رو داشتیم. بعد از این کندل هفتگی منفی که هفته گذشته داشتیم، این هفته یک بولیش هرامی رو زدیم. هرچند که شادویی که نزدک زده فرق میکنه با شادویی که S&P زده و یک مقدار فاز فروشش بیشتر بوده. نزدک روی تایم روزانه خیلی واکنش تکنیکال خوبی رو نشون داد. مجددا این ترند لاین رو پس گرفت، برگشته و پول بک رو زده و تشکیل یک هایر لو داده که این هایر لو اگر یک کانفرمیشن به ما بده روز دوشنبه و سه شنبه با کندل های مثبت، ما میتونیم انتظار داشته باشیم که نزدک به سقف جدید و حتی 23000 هم برسه در ماه ژانویه. پس میتونن کسایی که اگر بخوان پوزیشن لانگ بگیرن، میتونن با استاپی که روی لو امروز گذاشت میتونن وارد خرید بشن. اگر دیدن که توی تایم ساعتی داره سیگنال مثبت میده، ریورسال داره میده، ما میتونیم مثلا انتظار داشته باشیم که این کف خیلی خوبی هستش، یک های لو شده، استاپ این زیر و میتونه به تارگت های بالاتر هم برسه. بریم به سراغ شاخص داو اینجا. این هم داو همین اتفاق افتاد، یعنی کف رو هفته پیش زد، کپیچولیشن رخ داد روی ترند لاین و امروز یک هایر لو زده
یک شادوی خیلی خوب هم روی پایین داشته. اگر بریم روی تایم ساعتی داو همین رو میبینیم که شاخص داو جونز کف خیلی اساسی رو نشکسته. این کف خیلی مهمی بوده که یه هایر لو زده و بعد به بالا برگشته، مجددا ریورس کرده و تو تایم ساعتی به بالا برگشته. به نظر میرسه که داو تمام گیرش روی این ریزش و این کپیچولیشنی بوده که رخ داده و اگر این اتفاق حل بشه و این کندل درست بشه، یعنی 43,000 رو اگر داو پس بگیره، 43,600 الان که 43,000 هست، 43,600 اگر پس بگیره داو با یه پول بک به این سطح میره روی 44 و حتی بالاتر رو میتونه بزنه. خب بریم به سراغ طلا. خب نمودار طلا از اون نمودارهایی هستش که خیلی ها رو داره اذیت میکنه. خیلی ها میگن بالاخره چی میشه. این ترند لاین رو خیلی ها مثل من کشیدن، ولی این ترند لاین ماینر هستش. ترند لاین میجر یا همون فارسی میگن ماژور نیستش. علت داره، به خاطر اینکه این لوی که اینجا شکل گرفته به های جدید ختم نشده و مجددا با یک دابل تاپ مجددا اومده اینجا و داره کانسالیدیشن انجام میده. این کانسالیدیشن میتونه قشنگ یک دیپ داون بزنه به این سطح و به نظر من اونجا اون وقت فرصت خرید هست. هرچند استوکاستیک بول ریورسال داده، ولی من بیشتر به پرایس اکشن نگاه میکنم و این چیزی که من دارم میبینم اگر طلا پرقدرت به بالا نشکنه و این سقف رو به بالا نشکنه، ما میتونیم انتظار داشته باشیم که اصلاحش رو توی این منطقه کامل بکنه که یک فرصت خرید هست و بعد به سمت بالا بره. همچنان معتقدم طلا 3,000 تا 3,300 برای سال 2025 دست یافتنی هست. منتها من منتظر هستم که اصلاح عمیق‌تر صورت بگیره که خیالم راحت بشه، چون ریسک به ریوارد بهتری داره. اینجا اگر نمودار نقره رو هم نگاه بکنیم همین اتفاق داره میفته. نقره روی این محدوده، این باکسی که من منتظرش هستم برای مدت ها، 26 تا 27 دلار، 28 دلار، اینجا به نظر من این باکس بسیار بسیار مهمی هست و ساختاری که الان داره شکل میده، حالا یک هدن شولدر که زده و مجددا دوباره روی شولدر سمت راست مجددا دوباره داره تست میکنه این ترند لاین رو و هر چقدر این کف رو هی تست های بیشتری میکنه توی مدت زمانهای کوتاه، ما میتونیم این انتظار رو داشته باشیم که این کف ضعیف و ضعیف و ضعیفتر میشه تا یه جا بالاخره میشکنه و وقتی بشکنه کپیچولیشن اتفاق میفته، ریزش شدید، و بعدش میتونیم به دنبال فرصت خیلی خوب برای خرید باشیم. بریم به سراغ نفت که به نظر من یکی از چارتایی هستش که بعد از مدت ها داره تکلیف خودش رو مشخص میکنه. از ماه سپتامبر تا الان که نفت همچین هیچ جا نمیرفت، یعنی بین 65 دلار، حالا 67 بگیم، 66 7 تا 65 که این پایین تر هستش، تا 72 همش توی نوسان بود و الان نفت به یک به نظر من پترن بولیش خیلی خوبی رسیده با یک کف خوب، با دو تا شادو خوشگل اینجا و این بول فلگی که شکل داده، الگوی پرچم، الگوی سعودی، میتونه اگر بشکنه 72 و 67 رو بشکنه روی 76 دلار میتونه بره و اینجاست که به نظر من باید دید نفت چی کار میکنه، چون اگر 76 به بالا بشکنه نفت میره برای 91 دلار، 91 تا 92 دلار. بریم به سراغ تک سهم ها. بیت کوین، بریم به سراغ بیت کوین. بیت کوین خب الگوی نزولی خودش رو داره شکل میده. به نظر من یک اصلاح عمیق‌تر رو پیش رو داره. ناحیه اول 86 تا 88 هزار هستش، بعدش میتونه 80 تا 82 باشه. من بعید میدونم بیت کوین برسه به 74 تا 76، ولی احتمالش هست. حالا هر کجا از این ناحیه ها بیت کوین ریورسال بزنن، ما میتونیم انتظار داشته باشیم که اصلاحش تمام شده. من فکر میکنم از هفته آینده باید انتظار داشته باشیم که یک کپیچولیشن به سمت پایین، یک ریزش و بعد ریورسال روی ناحیه ها بزنه. من فکر میکنم بیت کوین تموم اصلاحش و میره برای سقف جدید که 110 تا رو من دارم. سهم بعدی یا asset کلاس بعدی اتریوم هستش. ایتریوم
اتریوم همینجور الان یه واید رنج بار زده، مجددا یک شادو و الان داره اصلاح میکنه، الگو اصلاحی خوش رو کامل میکنه برای 2800 تا 3000. اینجا من فکر میکنم ایتریوم میتونه جای بررسی داشته باشه. بانتیلد الگوی سعودی بول فلگ رو زده و داره روی این سقف الان بولیش کانسالیدیشن داره. به نظر من 4.5 تا 4.65 میتونه بره که فشار میاره روی ترژری اوراق قرضه. اوراق قرضه کف نهایی خودش فکر میکنم 85 86 رو بزنه و بعدش برگرده بالا. الان 87 و اوراق قرضه میتونه در حقیقت کف نهایی خودش رو همین اولای سال بزنه و بعدش میتونه به سمت بالا حرکت کنه. ویکس امروز 8% به بالا پرید، ولی این ارزم به خدمت اون شادویی که زد فعلا داره نشون میده که میخواد برگرده به سمت بالا، ولی فروشنده هنوز زیاده چون شاخص سهام باید برگرده پایین که ویکس بره بالا. دیکسی شاخص دلار بولیش کانسالیدیشن، دیکسی خیلی داره قوی میشه، به شدت داره قوی میشه و احتمال قدرتش باز هم هست. اگر باند ییلد قوی بشه دیکسی میتونه این بولیش کانسالیدیشن 109 110 هم بزنه که به نظر من سقف بسیار بسیار بلند مدتی رو خواهد زد و احتمال بعد از اون نزول رو خواهیم داشت. یادمون نره جمهوری خواها معمولاً دولت هایی هستند که دلار توشون کم ارزش میشه برعکس دموکرات ها. خب بریم به سراغ مگما. مگما یک شادو خوب زد، یک برگشتی خوب داشت، یک هایر لو زد، احتمال برگشت به بالا هست مثل شاخص نزدک. اپل بعد از اینکه دیروز سقف جدید رو زد امروز اصلاح داشت روی واید رنج بار، میتونه هنوز یه کوچولو دیگه اصلاح بکنه ولی اصلاحش فکر نمی کنم زیاد باشه و برمیگرده. آمازون هم همینجور مجددا یک هایر لو زد با یک شادو خوب و اگر به بالا ریورسال بکنه میتونه سقف جدید داشته باشه. متا هم همینجور. متا بعد از برگشت به این ترند لاین مجددا به بالا شکست، امروز برگشت و یه دراگون فلای دوجی زده هایر لو. اگر کانفرمیشن بده به نظر من وقت خریده. همه اینها میتونه با همون تحلیلی که راجع به S&P و نزدک داشتم ارائه بدم که های لو زدن، اصلاح کوتاه مدت داشتن و الان منتظر هستیم که کانفرمیشن بده، تایید بده برای یک حرکت صعودی بعدی. مایکروسافت هم به همین ترتیب روی ترند لاین یک مقدار عمیق‌تر، ولی الان ما میبینیم که شادوش از این شادو اومده پایین‌تر، پس لو زده و این میتونه مایکروسافت رو توی نقطه ضعف قرار بده. هرچند اگر مایکروسافت برگرده بالای 444 روزانه ببنده این یک هفت قله بسیار عالیه، چون این بین این دوتا یک دایورجنس واگرایی وجود داره. گوگل یکی از سهم‌های بسیار قوی بازار، خب 2 هفته پیش سقف زد، اصلاح و الان مجددا یک هایر لو زده برای اینکه بتونه مجددا سقف جدید رو بزنه. نتفلیکس 16 دلار به پایین اما هنوز بولیش کانسالیدیشن داره و میتونه مجددا سقف جدید رو بزنه. تسلا ریورسال داده، تسلا ریورسال خیلی شدیدی هم داده، 5% امروز ریخت و این دوتا کندلی که 2 روز گذشته زده کمی نگران کننده است به خاطر اینکه اینجا یک ریباند خیلی خوب داشت، ولی اگر برگرده این کندل رو به پایین حدود 410 دلار رو بشکنه به نظر من تسلا میاد برای 340 دلار و این میتونه زنگ خطری باشه کلا برای بازار. بریم به سراغ سمی کانداکتورها. SMH چاپی کانسالیدیشن عالیه این پترن به نظر من برای کسایی که بولیش هستن، فقط باید بهش زمان داد. این زمان میتونه برای سمی کانداکتورها بسیار مفید باشه. ساکس فیلادلفیا سمی کانداکتور ایندکس اون هم همینجور، اون هم یک چاپی خیلی خوب داره. اگر تا وقتی که ببینید اینا همه اگر تا وقتی که بالای این لوها هست تمام این پترن داره به سمت یک حرکت صعودی میره. اگر این لعاب پایین شکسته بشه اون وقت ما مجددا روی 176 داریم. من خودم به شخصه وقتی تک سهم‌ها رو هم نگاه میکنم اوضاع بدی ندارم. مثلا تایوان سمی کانداکتور الان این حرکت کاملا صعودیه. شما نگاه بکنید فضایی که درست کرده کاملا داره یک ریورس هدن شولدر رو میده که اگر بشکنه به سمت بالا الگو صعودیه. حالا اینکه فیل بشه یا نه رو نمیدونم ولی صعودیه. یا AMD اصلاح بسیار بلند مدتی رو کرده از ابتدای
مارچ گذشته، یه چیز نزدیک الان 9 ماه هستش که توی فاز اصلاحیه. این باکس رو من داشتم، این باکس هم اصلاح عمیق‌تر هست، فعلا روی اینجا داره الان ریورسال میزنه. اگر AMD برگرده مجددا 140 رو به سمت بالا، ما میتونیم انتظار یک حرکت صعودی داشته باشیم. انویدیا هم همینجور. انویدیا اصلا الگوش الگوی کاملا سعودیه، یک اصلاح کاملا خوب داشته، برگشته بالا و ما اینجا انویدیا رو خرید کردیم. امروز کندلی که زد به نظر من یک کورکشن بسیار کوتاه مدت بود. تگزاس اینسترومنت هم همینجور بولیش کانسالیدیشن شکل داده. لم ریسرچ هم همینجور بولیش کانسالیدیشن شکل داده روی یک کف بسیار خسته کننده که از آگست در حقیقت امسال اتفاق افتاد. ولی خب این پترن رو داره میزنه، یک ریورس هدن شولدر روی این نکلاین و اینجا الان یک بولیش کانسالیدیشن رو داره شکل میده. تکل بعدی، حمله بعدی به سمت 78 تا 80. اگر اینجا بره و کانسالیدیشن بکنه، یکی از قوی ترین پترن هایی که میتونه شکل بده رو شکل داده و احتمال یک رالی صعودی به سمت بالا هست. همه اینها دارن به من میگن ما احتمالاً توی نزدک اگر این پترن های سعودی شکل بگیره، یک حرکت سعودی بسیار خوبی رو داریم. پس باید ببینیم بازار چجوری عمل میکنه. XLF شاخص فاینانشال اسپایدر S&P هستش که میبینید که یک اصلاح خوب داشت، برگشت به بالا تقریبا تا این ناحیه اومد و حالا کلا دیپ عمل نکرد، ولی خب به این ناحیه رسید، برگشت و الان مجددا منتظر هستیم که کمی اصلاح تو حالت کانسالیدیشن اینجا شکل بگیره و بعد مجددا حرکت صعودیشو داشته باشه. KBE هم همینجور، هرچند که این الگوهای زیاد قوی نیستن کلا. بعد از این واید رنج بار نگاه کنید، این کندل و این کندل بسیار پرقدرت رو وقتی این رو میزنه، یعنی که خیلی کار داره هنوز. JP مورگان برعکس، سهام بسیار بسیار قدرتمند، خوب رالی داشته، این کندل رو اینگالف کرده به سمت بالا و الان کانسالیدیشن تو فاز صعود هست. گلدمن ساکس همینجور، بانک آف امریکا همینجور، ولز فارگو 65 سنت افت داشته ولی باونس خوبی داشته. اگر برنگرده به این سمت پایین که معمولا برمیگردن، این گپ فیل رو پر میکنن، باید ببینیم چطور هستش. معادن طلا، گلد ماینرها، این سهام GDX ETF GDX که داره اندینگ دایگونال رو میزنه، در بهترین حالت میتونه این اتفاق بیفته. اگر قیمت طلا اصلاح خودش رو به همون سطح 2478 تا 2500 ادامه بده، ما میتونیم یک فاز کپیچولیشن داشته باشیم برای این سطح یا حتی عمیق‌تر برای این سطح، که این میتونه یک فرصت استثنایی برای معادن طلا بسازه. باید ببینیم که چی میشه، ولی من خودم به شخص خیلی منتظر این اتفاق هستم تو اینها که بشه خریدهای بسیار بسیار خوبی رو کرد. GDXJ همینجور 50 سنت امروز افت داشت، میتونه تا 39. میگم همشون دارن یه الگو رو رفتار میکنن. AEM به همین ترتیب، نیومانت به همین ترتیب، این هم روی منطقه دیمند الان یک فاز کپیچولیشن خیلی خوب رفته. فرانکو نوادا به همین صورت و گلدبریک هم روی منطقه دیمند بسیار بسیار خوب داره عمل میکنه. حالا ممکن اصلاح عمیق تر بره، ولی به نظر من اینجاها جایی هستش که میتونه فرصت خرید بده، حتی روی این پایین تر هم میتونه فرصت خرید بده. بسیار خوب دوستان، این تحلیل این هفته بود. باز هم تاکید میکنم حتما فورکست من یا پیشبینی من رو برای سال 2025 ببینید. آخرین هفته آپلود میشه و به شدت میتونه براتون آموزنده باشه. امیدوارم خوب و خوش باشین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.